و ما در زمانی به سر میبریم که معتقدم علاوه بر این که از باب انشایی و آرزویی ما ظهور رو بسیار نزدیک میدونیم، اتفاقاتی که در صحنه جهان ما داره میفته از منظر خبری هم حکایت از نزدیکی ظهور داره. حتی از منظر خبری، از منظر انشایی که همیشه باید نزدیک باشه، از منظر خیلی اتفاقاتی که تو صحنه جهان ما داره میفته داره خبر به ما میده که اتفاق بزرگی داره واقع میشه. داره به ما خبر میده که آفتابی داره طلوع میکنه، آفتابی که یه بخشش آمده. یعنی الان میدونید ما در وضعیت دیگه بین الطلوعین دیگه نیستیم. الان بین الطلوعین رو سپری کردیم، ما الان در آغاز طلوع آفتابیم. یعنی این سر قرص ظاهر شده. ما که شما نماز نمیتونید بخونید، چون تا وقتی که بین الطلوعین نمیتونید نماز صبح بخونید. دیگه الان وقتی نماز صبح گذشته، ما الان منتظر نماز ظهر و عصریم به امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. آفتاب طلوع کرده، آدم داره میبینه. وقتی هم که این بالای آفتاب اومده، محال ممکنه که دوباره برگرده آفتاب به وضعیت بین الطلوعین و از اون عجیب غریبی که برگرده به وضع قبل از بین الطلوعین، برگرده به وضع شب. نه، میره به طرف طلوع. یعنی این چنین حالتی، این اوضاع احوال داره ما این خبر رو داره میده. البته بازم عرض کردم طبق نصوص دینی ما زمان نمیتونیم معین کنیم، هیچ وجه. تقریبا هم نمیتونیم بگیم کسی دیگه آقا مثلا یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، یه سال، نه اصلا خلافه، واقعا ممنوعه. این کذب الوقاتون، از وقت نباید معین کرد. ولی منهای این معین کردن وقت و زمان و اینا، قرائن عقلی، نقلی و تجربی و صحنه جهان به این نبردی که الان تو منطقه ما وجود داره، تو جهان وجود ما میگه که امر بسیار نزدیک شده. امیدوارم ان شاء الله به حق محمد و آل محمد خدای تبارک و تعالی این ظهور رو هرچی نزدیکتر